میکنیم از مارینا میترا متحور و یک بار دیگر سلام برای کسایی که همین اکنون به برنامه صبح و زندگی پیوستین تقدیم می‌داریم. برنامه امروز رو تعقیب بکنین تا آخر. خدا کنه یک ساعته که با شما هستیم، شما از معلوماتی که در برنامه داده میشه از برنامه امروز لذت ببرین. عزیزان، فال امروز را کنار گذاشتیم چون صحبت بسیار مهم است و اهمیت خاص خود داره. امروز در برنامه صبح و زندگی ما مهمانی را دعوت کردیم که اینا مخترع هستند، اختراع کردن مواد ضد حریق را. یک بار دیگه هم در برنامه صبح و زندگی اینا تشریف آورده بودن. حدودا ماه حمل امسال بود، تقریبا 4-5 ماه قبل. باز هم اینا را ما دعوت کردیم چون خواستیم که بپرسیم که وقتی که شما این اختراع را انجام دادین، به افغانستان آمدین تا این معرفی بکنین، کارهایتان به کجا رسید و چقدر پیشرفت کردین، چه دستاوردتان بود در 4-5 ماه. یک کمی در اولم برای ما شما خودشان معلومات میتن درباره خودشان و درباره این اختراع، باز هم برای کسایی که نوعی برنامه را میبینن. و مهمان عزیز ما اسمشان محترم عبدالله حیدر وردک است. آقای عبدالله حیدر وردک، سلام به شما، صبحتان بخیر، صفا آوردین، خوش آمدین. و سلام شروع میکنم به نام بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر از شما و از تلویزیون آریانا که این موقع را برای ما مساعد ساختین تا بتانیم دوباره به بینندگان محترم که از عقب پرده تلویزیون خود این مصاحبه را میبینن جهان تشکر و ممنونیت خود برتان عرض کنم. قسمی که قبلا اگر بیننده های محترم به یاد داشته باشن، خودم شخصا بعد از تحقیقات 6 ساله در مورد مواد ضد حریق 100% از طبیعت که به دست می آید مصاحبه انجام دادم و آرزومندی ما از آمدن به افغانستان بعد از 28 سال امی بود تا بتانیم این دست آورده به نام و ملت افغانستان و امتیازات مادی و معنوی زیر به ملت رنج دیده ما که 3 دهه اخیر در حالتی که قابل گفتن نیست همگی میبینن که چه قسم زندگی کردن، بتانم مصدر خدمتشون. البته به مو آرزو آمدیم و تا حال در مدت 5 سال مبارزه و مجادله ما البته امی بوده تا بتانم این اختراع را به نام ملت افغانستان و به اسم افغانستان بتانیم با جهان معرفی کنیم. بسیار خوب. خب از کارهایتان بعدتر میپرسیم که چی کردین و به کجا رسید و همکاری دولت و اینا. برای کسایی که این موضوع اختراع مواد ضد حریق که کاملا گفتین از طبیعت هست، مواد طبیعی هست، اگر برنامه قبلی ما رو ندیده باشن شاید نو باشه. برای اونها یک کمک معلومات بتین که چطوری را اختراع کردین، از چی ساخته میشه، از چی به دست میاد. البته پروردگار عالمیان علم از پروردگار است و ما همگی که به جهان میاییم میتونیم که او علم را که پروردگار با ما میآموزه و یا در زندگی در امور تحصیلی خود یا اکادمیک خود میآموزیم بتانیم به بشر خدمت کرده بتوانیم. قبل از اینکه ما به این یک اختراع یا موضوعات کشف و طرز العمل مواد ضد حریق اقدام کنم، البته به کمپانی شخصی که قروض و معاملات قروضی را انجام میده با استرالیا مصروف بودم و همیال هم او کمپانی های ما در حالت فعالیت است و جریانی که به صورت عمومی ما را وادار ساخت بعد از یک تجربه و یک تصادفی بود که روی خرما بود و دیدیم که اثرات ازی وقتی که به جوش آمد توانستم او آتش نیرومندی که به زیر ازی بود او را خاموش بسازه و در اثر ازی خاموشی ازی البته با دقت توانستیم که
زیادتر مطالعه کنیم و تجارب بیشتر را انجام بدیم تا بالاخره دریافت کردیم که میتونیم از خود یک مایع بوره که خودش عریق کننده است توسط یک طرز العمل یا پروسیجری که بتانه او را به مواد ضد عریق تهیه کنیم خودم مصروف ساختیم و تانستیم که ایره به صورت درست فرمول بندی کنیم و ایره ثبت کنیم. البته از عسل، سیب، تربوز، خربوزه است، تمام این چیزهایی که طبیعت تمام موادی که قند داره، قند داره، بوره داره. بله. و تصویرم میبینین دوستان عزیز که اونجا قبلا ما تصاویر نشر کرده بودیم، چوب هایی است که اینا در میگیرن و بعد از در گرفتن امو مواد ضد حریق که آقای عبدالله حیدر تهیه کردن و اختراع کردن و جور کردن به او پاشیده میشه. و یک به یادم است آقای حیدر که جالبیش در اینجاست که در ظرف 1 دقیقه گفتین یا چقدر وقت؟ کمتر از 30 ثانیه شما کمتر از 30 ثانیه. بله که پس به حالت صفر برمیگردن. میتونه شما با دستتان لمس کنین، لمس شود. بله. که جالبیش در اینجاست. خب و تصویر مشاهده بکنین دوستان عزیز که تصاویر به کجا میرسه. میبینیم که خب این چوب در گرفته رایی است و سپس مواد ضد حریق و اینا اضافه میشه. خب ما میشنیم که آوازش هم چی است و چی گفتن این تصویر.